حالا پدرت خودش به تو همش رو نقل میکنه. مهمش صحت شدنی مرد نیست، مگر دیگرش باشد با روح خودش. برای ما با پا خستنی مرد مهم است. کسی باشد با ما فرق ندارد. بیبی جان با من دروغ نمیگوید همین خیر؟ دروغ نمیگویم. کی دروغ گفتم؟ خوب استید خالای سوزان. جراحی مرد به آخر رسید. او را به شعبه احیا گذراندیم. خوب است؟ بله خوب است. حالا او را در شعبه احیا نظارت میکنم. قادر چی؟ چرا او از جراحی نبرآمد؟ حالا جراحی آن کس ادامه دارد. یگان جای خواطری نیست خانم. برای چی او را به حجره احیا نمیگذرانید؟ یگان چیز شد؟ آخر یک جای در آمدند، چرا یک جای نمیبرایند؟ شما از من چیزی رو پنهان میکنید. خواطر نشوید. جراحی عیناً طبق نقشه جریان دارد. دکترها در کجایند؟ چرا آنها نآمدند و شما را روان کردند؟ دکتر عارف برای تفصیلات کمی بعد به نزدتون میآید. خدا شفا بخشد. سلامت باشید نیلگون. چیزی شده است و من نگفتند. انیق چیزی شده است، از من پنهان میکنند. خواطر نشو، همشیره یگان چیز نمیشود گفت. خواطر نشو، یگان مشکلی نیست. انیق چیزی شده است. آرام شو التماس، نگاه کن حسرت را نیست ترسانده ایستاده ای. یگان خطر نیست، فهمیدی؟ با اونها نگر، از حد گذرانیدند. این کار رو همین طور نگذار. چرا خاموش میستی سوزن؟ اگر من میبودم مویهایش را میکندم. من کمال را آدم میحسابیدم. رسواگی. حیفه، حیفش. تو کمال را نمیدانی کریم. به بای بودنش نگاه نکن. او یک تینش را بیهوده صرف نمی کند. توبه از ما فرقی ندارد. آخر یک بار به حسرت نگاه کن. آیا به دختر کمال ایپکچی یگان مانندی دارد؟ بیچاره به معاش معلم زندگی میکند. اگر من سالها به مانند سگ کار نکنم گرسنه میمانیم. خلاصه چی گفتن میخواید؟ به من پول نمیدید؟ نه نمیدید. چرا نمیداده است؟ چرا نمیداده است؟ رفته با او صحبت نکردید؟ همش را یک میفهمونم، با او تهدید میکنم گفته بودید. این رو بین. بچه نخود نکنم. البته تهدیدش کردم ولی وای از چیزی نمیترسد. عائله در استانبول بودم، همش را میداند. برای چی به شما پول هم میگوید؟ اقلا نیمش رو دهد؟ گفتم این رو نیز گفتم. برای این قدر پول آوازه شدن نمیارزد گفتم، اما فایده نکرد. عقل تاجری دارد، مردی عجیب است. بلا زند. این مقدار پول برای او ارزش ندارد، میمورد که همین رو دهد. درست ولی او حق است. من در دستم کوزر ندارم. اگر در دستم کوزر می داشتم هیچ کس از این بخبر نمیموند. کریم زیق نشو. اگر خواهی باز رنج دادن میتوانی. من زود رنج دادن میخواهم، لیکن میترسم که از نزدیکانم قصد میگیرد. برای خودم یگان تشویش ندارم، اما حیات نیلگون و قادر را رسوا خواهد کرد. بله مادر، بله. او را انتظاریم، قادر را انتظاریم. چیچک سوالهای عجیب را پرسیده ایستاده است پسرم. رفیق مکتبی مرد نبودنش را فهمیده است. چطور گرده آن جوان موافق آمد؟ آیا خیش است یا نه؟ گفته پرس و پاس دارد. در نتیجه چیکار کنم نمیدونم. فهمم من پگاه صحبت کرده، همش را با اون میفهمانم. صحبتی چی؟ پسرم اویدی چی صحبت میکنی؟ باید چیچک این رو نشنود. با اون آدمان بگو که از آنجا روند. تا امروز چه خیل زندگی کرده باشی همون خیل زندگی کن. تو پدرش هستی، مسئولیت رو باید حس کنی. مادر حالا وقت این صحبت نیست. چیچک رو صاحب شوید و به بیمارخانه اجازت ندهید. کمال گویا که تلفن را خاموش کند همه کار حل می شود. همش خوب است، یگان خطری وجود ندارد. قادر را هم به حجره احیا گذارد. خدا را شکر بیادت. کی میتوانیم بینیم؟ میبینید، البته میبینید. وای باید کمی استراحت کنید. یگان مشکلی نیست همین خیر؟ نه یگان مشکلی نیست. خواطر نشوید. بیگاه از حجره احیا میبراریم.
خدا به همه بیماران شفا دهد. جناب دکتر، من با اتاق میروم. مایلش بعدی که استراحت کردی بیا کمی احوال بیماران مشاهده کنیم. خوب شده است. شما هم به حجره روید. در اینجا انتظار شدن فایده ای ندارد. خدا شفای عاجل دهد. دختر زیبایم دیدی که گذشت و به خیر رسید. سلامت باشید. روید. روید. مرحمت جناب کمال. با فکرم زنتون با کمک روحی احتیاج دارد. وقتی که سوزن چنین پیشنهاد کرد برای چی زود به من زنگ نزدی؟ برای چی به من خبر ندادی؟ به اینم روزهای وزین را اثر میگذارونید. برای همین با موضوعی بیهوده نخواستم که شما را مشغول کنم. بیهوده؟ زنم آمده قادر را بیکش میگوید، شما باشید بیهوده میگویید؟ جناب کمال، مهم نیست که خانم سوزن از من چی را طلب کرد. بله، شاید از من طلب نمود که قادر را بکشم، اما اینجا چیزی مهم جوابی داده من با اوست. با اون نگفتم، با از اتاقم راندم. همان لحظه این مسئله برای من حل شد. بعدا من نفهمیدم که چرا او با اتاق جراحی زنگ زد. سوزن آمده کشاد و روشن کشتن قادر را خواهش کردم اینطور؟ جناب کمال، بشبه عصبای خانم سوزن خراب شده است. حادثه های آخر بر روحیه او تأثیر منفی رساندند. من تنها همین را میتوانم گویم. سلامت باش. برای اخلاق کاریت تشکر. سلامت باش. در جای من هر کدام دکتری نباشد عیناً همین کارو میکرد. با فرزندانتان شفای کامل. خیر اکن چی مصلحت میدهید؟ من چیکار کنم؟ کودک چی جای نافهمایی دارد؟ با تلویزیون برآمده تمام حقیقت را نقل کن. شاید تلویزیون یا روزنامه خبر را معقول کرده بخرد و کیسه کم باشدم پول میبیند. تنها با همین راه با همین رفتارت میتوانی از کمال قصد گیری. فهمیدی؟ خوب مایلش میکنم. مرد چی حال دارد؟ وضعیت او در خطر است. خدا شفایش دهد. تا پگاه به نزدش در آمدن من است. فرزند عزیزم، پسرم، پدر ما همینجا پسرم. جراحی خوب گذشت، خاطر نشو. نصیب بگاه تو را به حجره عادی میبرن. مادرت را من کردن نتوانستم، خواست که تو را ببینم. جگر بندم، پسرم، همش گذشت. شکرانه میکنم که خوب هستی. رفتیم نیلگون. بیا رفتیم وگرنه ما را میرونن. باری آخر